کامپیوتر شخصی انقلابی توی صنعت و تکنولوژی حساب می شدن و قطعاً همه فکر می کنن که مایکروسافت و اپل غول‌های این تکنولوژی هستن، اما اونا نمیدونن که فناوری هایی که باعث شد که این دوتا شرکت به غول‌های این تکنولوژی تبدیل بشن اصلا برای خودشون نبودن. میخوایم در مورد زخم کاری که مؤسساشون به شرکت زیراکس زدن صحبت بکنیم. اواخر دهه 60 میلادی استیو جابز و بیل گیتس دو تا دانش آموز دبیرستانی بودن و داشتن ریاضیاشون رو توی دبیرستان حل می‌کردن. اما شرکت زیراکس در سال 1959 لطف کرد و یه دستگاه کپی داد بیرون که تا سالهای سال انحصار صنعت کپی و دستگاه کپی دست خودش بود. اون همینجوری داشت پیش میرفت و یه زمانی رسید که دید دستگاه کپیش دیگه اونقدر خفن نیست و شرکت‌های ژاپنی یواش یواش دارن وارد بازار میشن و اونو پس میزنن. پس مدیران شرکت به یکی از محققین ارشدش دستور دادن، گفتن که برو و روی فناوری‌های جدید کار بکن، ما می‌خوایم پول بیشتری در بیاریم. اونم رفت مؤسسه پارک رو تأسیس کرد. یه چیزی تو مایه‌های پارک علم و فناوری خودمونه. اونجا تمام دانشمندا و محققینی که این ور اون ور میتونستن پیدا بکنن رو جمع کردن و روی ایده‌های جالبی کار کردن، مثل شبکه ایترنت، ماوسپد، کیبورد و خیلی چیزای دیگه. یکی از محققین پارک که بعداً شرکت ادوب رو تأسیس کرد، کارکر ادوب، لطف کرد و بعداً توی یادداشت‌هاش آورد و نوشت که در اون محیط همه فناوری‌ها و تمام ایده‌هایی که ما میدادیم روشون بررسی میشد. همه چیز مثل کارت گرافیک، ماوسپد، کیبورد، چاپ لیزری، اینترنت و خیلی چیزای دیگه. اما اینجا یه مشکل خیلی بزرگ وجود داشت و اونم این بود که مدیران شرکت زیراکس اصلاً این چیزا تو اولویتشون نبود. اصلاً چرا ما باید روی این چیزا کار کنیم؟ دلیلی نداره روی این تکنولوژی کار بکنیم. و بعد اون محقق ارشد لطف کرد و تمام تکنولوژی ها، یعنی تکنولوژی های شاخشون رو در واقع جمع کرد و توی یه محصول یکی شده و جمع و جور داد بیرون، زیراکس آلتو، که در واقع همون اولین کامپیوتر شخصی بود که بیرون داده شد. این کامپیوتر از زمان خودش خیلی جلوتر بود و تجهیزاتی مثل ماوسپد، کیبورد، کارت گرافیک، صفحه نمایش و رابط کاربری داشت. اما بازم مسئولین عزیز شرکت زیراکس نرفتن زیر بار و گفتن آقا این توجیه اقتصادی نداره. خب البته زبون بسته ها همچین بیرام نمیگفتن، چون میگفتن که هزینه تولید هر قطعه $40,000 میشه و اونا میتونستن فقط 2,000 تا دستگاهو تولید بکنن. پس این طرح کنار گذاشته شد. چند وقت بعدش برای یه سری از نخبه ها مثل استیو جابز و بیل گیتس دعوتنامه فرستادن و گفتن بیایید اینجا و بازدید بکنید از تکنولوژی هایی که ما داریم. جلوشون 3 تا از تکنولوژی های برترشون گذاشتن که یکیش آلتو بود و اونجا استیو جابز تا رسید سر آلتو قفلی زد، گفت آقا این چقدر خفنه و کل مشخصاتش رو ازشون گرفت. اونا هم خیلی راحت دادن. البته استیو جابز وقتی که رسید به بر و بچه خودش بهشون گفت آقا مشغول بشید، این چیزایی که بهتون میگم و روش کار بکنید، میخوام تا سر سال نشده یه سیستم عامل خفن بهم بدید. بعد دید که نفر کم داره و حالا کمک احتیاج داره، به بیل گیتس هم گفت آقا بیا با هم دیگه کار بکنیم. اما یه قرارداد نوشت که همه چی از این قرارداد شروع شد. در این قرارداد ذکر شده بود که سیستم عامل مک در سال 1981 وارد بازار میشه و بیل گیتس حق نداره تا 1983 محصول مشابهی رو به بازار عرضه کنه. اما دست سرنوشت چیز دیگه‌ای می‌خواست و مک در سال 1984 وارد بازار شد و دقیقاً سر 1983 بیل گیتس محصول خودش یعنی ویندوز رو داد به بازار و اینجا دعوای حقوقی شکل گرفت و استیو جابز ناراحت شد و گفت دیگه تو داداش من نیستی و اصلا نمیدونید. بعد این ماجراها بیل گیتس یه تیکه انداخت به استیو جابز و گفت که ماجرای ما مثل این میمونه که تو رفتی توی یه خونه دزدی کردی، تلویزیونشون رو آوردی بیرون، اما گذاشتی در خونت، منم برداشتم دارم استفاده میکنم. به همین راحتی. زخم کاری زد به استیو جابز که نگو.